و رحمت الله تعالی و برکاته. ما قبلا گرفته بودیم موافقی خواهش و درخواست و سوالای زیادی که امروز در جامعه مسلمانی ما یعنی آداب و اخلاق کاسته شده است و بعضی ها از این به ادبی و به اخلاقی و رفتارهای بدی خصوصا جوانان یعنی آزار و اذیت میبینند. و خاطر که این سوال ها و درخواست ها زیاد شد خواستیم که از نقطه نظری دینی مبین اسلام موافق گفته های خدا و رسول خدا در باره آداب و اخلاق اسلامی و انسانی صحبت داشته باشیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می‌فرمایند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی یکی از هدف‌های اساسی دین مبین اسلام و بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و یکی از هدف‌های اساسی این دین و این دیگه هست که انسان با آداب و اخلاقش یعنی آداب و اخلاق نیکش در جنت مقام‌های را صاحب می شود که با دیگر عبادت‌هایش صاحب شده نمی‌تواند. آداب و اخلاق را چی پدر مادر، چی فرزندان، چی اهل خانواده، چی محیط و همسایه در عموم مردم دوست می‌دارند. چرا؟ به خاطر که اون رو پروردگار دوست داشته است که محبت اون را، مهر اون را، احترام اون را در قلب اطرافیانش جای کردگی هست در نتیجه این اخلاقی نکویش. برای همین بنده مؤمن و جوان مسلمان باید دوراندیش باشد. مسئله که هر روز با چشم سر میبینیم. شما دیدید انسانی رو که از جوانی آداب و اخلاق داشت در پیری چقدر عزت و برکت و سعادت و احترام دارد. وقتی که انسان خصوصا از سن سال جوانی وقتی که آداب و اخلاق دارد هر چقدر که عمرش بالا برود قدرش بالا می رود، قدر و قیمت و منزلت و برکتش زیاد می شود. حالا شما دیدید انسانی که به آداب باشد، به اخلاق باشد، یعنی بدگو باشد، دشنامچی باشد، حقارتچی باشد، بدگو باشد، هر چقدر که پیر شد همون قدر خور و ذلیل و به قدر و زیر پا می شود. باید انسان خصوصا مسلمان باید دور فکر کند. جوانی مسلمان باید از جوانی فکر پیری رو کند که در پیری چکار میکنم، چی میشوم. جوانی مسلمان باید بالای خواب زیر خواب رو فکر کند که من در زیر خواب برای این همه کردارم چی جواب میگویم. مسلمان باید همیشه دوراندیش باشد. دوراندیشترین انسان همونی هست که دور فکر میکند. از جوانی میانه عمری و پیرانسالی رو فکر میکند که چکار کنم که در میانه عمری در پیرانسالی به مداری سالخوردگی عمری ناتوانی کامیابم. وقتی که فکر کرد با مقصد میرسد. حالا ببینید قرآن هم پروردگار در قرآن زیاده از 1200 بار زیاد مسلمان رو میگوید فکر کن. افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون. یعنی این آیا فکر نمیکنی، تحلیل نمیکنی، تشخیص نمیکنی چی رو؟ زندگی رو، انسان‌های کامیاب و ناکام رو، دینداری و بیدین رو، اخلاق داری و بی اخلاقی رو، این همه رو فکر کنید تا اینکه کامیاب شوید و ناکام نشوید. اصل مقصد قرآن خدا و رسول خدا همه بزرگای دین مبین اسلام این همه پند و اندرز و نصیحت هایی که کردند و گفتند، خصوصا دانشمندا و شاعرای کلاسیکی ما کتاب ها تصنیفات ها چقدر مهنت کردند، زحمت کشیدند، خون جگر خوردند، تعلیف کردند، پند گفتند، اندرز گفتند، نصیحت کردند. به خاطر چی؟
به خاطر که کامیاب باشیم در زندگی، کامیاب باشیم، ناکام نشویم. اگر ما به همین گفته های دانشمندا و خیرتمندا و عالمای اسلام و نیاگان خود مراجعت کنیم، هرگز یعنی در زندگی ناکام نمیشویم. گلستان سعدی، بستان سعدی، یعنی اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی و بهارستان مولانا عبدالرحمن جامی و قبوسنامه کیکاووس و دیگر دانشمندان، خیرتمندان و شاعران و اهل علم و فرهنگ رحمت الله علیهم اجمعین چقدر مهنت و زحمت کشیدند، تعلیف کردند، پند گفتند، اندرز گفتند تا اینکه ما و شما خصوصا جوانان یک زندگی آسوده و زندگی شایسته و زندگی با برکت و در زندگی کامیاب و موفق، همیشه با عزت و سربلند و آبرومند و کامیاب دنیا و آخرت این زندگی داشته باشیم. حتی ببینید پروردگار حبیبش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو نه چهرهش، نه قد قامتش، نه دیگرش وصف نمی کند، اخلاقش رو وصف می کند. چی می گوید؟ استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. ای حبیبم، ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پروردگار خطاب می کند به بندهش، ای بنده‌ام ای محمد صلی الله علیه و سلم، به تحقیق تو دارای بهترین اخلاق هستی و انک لعلی خلق عظیم، یعنی آداب اخلاق بزرگی داری. قد و قامت و سیکه و صورت و چهره و دیگر وصف نمیکند، فقط اخلاق رو، اخلاقی حبیبش حضرت محمد علیه السلام رو وصف میکند، به خاطری که هر انسانی که در این جسمی که هست، این جسم در اختیار این انسان است که در کدام شکل بیاید، چشمش چخیل باشد، قدش چخیل باشد، یعنی بینیش و لبهایش و چهرهش و دیگر نه، پروردگار است که میورد. در این چهره انسان، نه پدر و مادر انسان، نه خود انسان هیچ مهارتی، هیچ دخالتی ندارد، هیچ اختیاری ندارد، هیچ انتخابی ندارد. پس برای همین پروردگار است که به همین شکل آورد. پس انسان، یعنی از انسان چی وابستگی دارد؟ از انسان این آداب و اخلاق و عمل و ایمان و این همه از انسان وابستگی که دارد. همین پروردگار یعنی شکل و سیکه و صورت رو وصف نمی کند، اخلاق رو که در این انسان سهم دارد. هر انسانی در اخلاقش سهم دارد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگری میگویند که این نفس عادت گیرنده است و انسان به این نفس عادت دهنده است. هر چی که عادتش بدهید این عادت رو میگیرد، پس اون رو عملی میکند. باید، ولی در این حدیث هم خوندیم که مسلمان باید یعنی دشنامگو، حقارتچی و بدگو نباشد. حتی همیشه مسلمان و خصوصا جوان رو نیتش رو نیک و قلبش رو صاف و پاک از تمام خصلت‌های زشت، از تمام بدرفتاری و بدگفتاری و از تمام خصلت‌های زشت شیطانی باید قلبش رو پاک کند و عملش رو نیک کند. پروردگار نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک و عملم رو نیک و صالح بگردان. وقتی که جوان نیتش رو نیک میکند و سعی میکند که قلبش پاک از تمام زشتی ها و بدخواهی ها و بدگویی ها و از تمام خصلت های زشتی شیطانی قلبش پاک باشد، مهم است سعی تلاش کند، پروردگار کامیاب میکند. برای همین دانشمندان اسلام میگویند که تو رو بس است که نیتت رو نیک کنی، سعی تلاش کنی، پروردگار کامیاب میکند. کامیاب کننده پروردگار است. لیکن مهم است
انسان و مسلمان و خصوصا جوان مسلمان باید نیتش رو نیک و قلبش رو صاف و پاک و کوشش کند که حداقل فکر خود کند که کامیاب باشد، ناکام نباشد. به خاطری که کامیاب باشد باید چیکار کند؟ باید نظر کند. 4 طرف نظر. مسلمان همیشه باید 4 طرفش نظر کند، ببیند که ناکام است، کی کامیاب است. و اینه که کامیاب هست چی رفتار و خصلت و کار و عملی دارد که کامیاب است و عزت دارد، احترام دارد، قدر دارد، قیمت دارد، مردم دوستش می‌دارند، با اون دوستی میکنن، همیشه مصلحت و مشورت همنشینی میکنن. در اساس کدام رفتار و کردارش و در اساس کدام گفتارش باید پیروی از نیکان کنه. اگر که مطالعه همه این کتاب‌های گذشته‌ای که کتاب‌هایی رو گفتیم که این همه در آداب و اخلاق و حتی یعنی شاعرای معاصر ما و شما خیلی درباره آداب و اخلاق زیاد نوشتگی هستند. دینداری و آداب و اخلاق و رفتار نیک و گفتار نیک و این همه خیلی زیاد نوشتگی هست. در برابر مطالعه باز یعنی واقعیت و حقیقتی که با چشم سر می‌بینی که نتیجهش یعنی کار و خلاصه کار، زندگی و خلاصه زندگی. ولی در برابر این کامیاب ناکام، جوان مسلمان باید ببیند که همین ناکام چرا ناکام است، چرا مردم از اون نفرت دارند، چرا هیچ قدر قیمتی ندارد، چرا این پیر شده است اون قدر خار و ذلیل و بی‌قدر هست. چه کار انجام میداد در جوانیش، چه کاری را انجام میداد، هزار از اون کارها، دوری جستن از اون کارهای بد، از اون خصلت‌های بد. میشود انسان کامیاب و موفق. مسلمان همیشه باید تحلیل داشته باشد، خصوصا جوانان ما باید تحلیل و تشخیص و بررسی و سنجش و پرسیش و همیشه باید با انسان‌های با آداب، با اخلاق، با علما و دانشمندا همنشینی و پند و اندرز و سوال و جواب خود را باید بگیرند تا اینکه در زندگی کامیاب شوند. کامیاب شدنی در زندگی آسان نیست. کامیاب شدنی در زندگی آسان نیست. برای کامیاب شدنی در زندگی باید انسان سعی و تلاش، مهنت و زحمت بکشد تا اینکه کامیاب شود. و به خاطری که انسان در پیری خور نشود، باید فرزندان رو در جوانی در سن سال تربیه باید فرزندان رو تربیه کند. متاسفانه حالا بسیاری از پدر و مادرای در جامعه ما در سن سال تربیه فرزند رو میگه خیلی ولی دیوش است، جوان است، ولی بخرد بگردد بزند دیگر هر بیادبی بدرفتاری هم که کرد میگه خیلی ولی کودک است، مایلش هیچ گپ ندارد. چه گپ ندارد؟ گپ دارد. اون همه یعنی وقتی که کمی سن سالش به جای رسید بعد میاد از همون گلوی پدر و مادر میگیرد. در نتیجه چی؟ در نتیجه تربیه نکردن، در نتیجه به آدابی و به اخلاقی. برای همین فرزندان رو در سن سال تربیه باید کنیم. بچم این ثواب است، این عبال است، این عیب است، این یعنی فخر است، این خصلت نیک است، این خصلت بد است. یعنی فرزندان رو از خردسالی، راستگویی، امانتداری، یعنی چشم خود رو پیش گرفتن، چشم چرانی نکردن، بی حیا نبودن، خصوصا فرزندان و دختران رو بچم به هر نامحرم چشم ندوزو، لبخند خنده نزنو، نازو کرشمه نکن که اون فکرش بد میرود، بعد آسیبت میرسوند، ضررت میرسوند. همیشه با چشم حیا باش. قطع نظر از دانشجو بودنش، کارمند بودنش، هر جای کار و فعالیت میکند. حیا هم برای مرد و هم برای زن و برای مرد هم مهم است و برای زن مهمترین خصلت این حیا است. شکل سکه و صورت انسان رو کامیاب نمیکند، خصوصا زن رو. شکل اکثریت کلی زنهایی که فوق العاده حسن دارن در زندگی ناکامند، اکثریت کل. برای چی؟
وقتی که مغرور با اون حسنند. هر انسانی که مغرور شود با یعنی دور و ندارش یا با امکانیت و با مهارت و قابلیت علمیش، ذهنیش، توانیش، توانمندیش، بازویش، یا که زن باشد خصوصا با حسنش، وقتی که مغرور شد همه مغرور مغلوب و ناکام است، ناکام می شود. محبوب ترین زن کی هست در زندگی؟ با حیا ترین زن. یعنی زن هر چقدر که با حیا شد همون قدر محبوب می شود. محبوب شوهر، محبوب پدر و مادر، محبوب اکا و دادر، پیوند نزدیک، اهل و خانواده. یعنی وقتی که حیا پیشه میکنند، زنی با حیا همیشه محبوب است و محترم است و بالای چشم دیده است و باید هم باشد. خصلت‌هایی که حلیمی، فرزندان را حیا، حلیمی یعنی گذشت کردن، جوانمردی، شجاعت، دست به خیری، بسیاری از خصلت‌هایی هست که پروردگار وصف کردگی است. ان الله یحب الصابرین، یعنی صدق و اخلاق حمیده و یعنی چیز حکمت و شجاعت و عفت و این همه یعنی دارای این همه صفت‌های نیک، چی جوان باشد، چی میان عمر باشد، چی کلان سال باشد، فرق نمیکند. وقتی که انسان آداب و اخلاق حمیده دارد همگون دوستش می‌دارند. و خاطری که پروردگار دوستش داشته است. وقتی که پروردگار دوست بدارد بندگان پروردگار هم دوست می‌دارند و پروردگار که دوست داشت بندگان پروردگار احترام میکنند. و در زندگی مهم است که در زندگی کامیاب و موفق و با عزت و قناعتمند و خوشنود و خوشحال زندگی میکند انسان. حتی برای انسان‌های حلیم و انسان‌های با آداب و با اخلاق و انسان‌های با رفتاری نیک، ببینید هم پیریشون با برکت است، حتی همون سکرات موت هم براشون آسان است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که الراحمون یرحمهم الرحمن، انسان‌های مهربان، انسان‌های رحمدل، انسان‌های مشفق، انسان‌های حلیم. در حدیث میگویند که کاد الحلیم ان یکون نبیا، حلیمی با آداب و با اخلاق نیکو و اسلامی داشتن این خصلتی چی هست؟ پیامبران است. مثل اینکه یعنی چی باشد؟ کاد الحلیم ان یکون نبیا، مثل اینکه پیامبر باشد، یعنی اخلاقی پیامبری را دارد، محسوس کامیاب و موفق و با عزت و با برکت زندگی میکند. و این چند نکته بود در موضوع خب آداب و اخلاق. حالا ما آماده هستیم و سوال‌های شما جواب بگیم.